پرسش این است: اصلا آدم برای چی وجود دارد؟ نیروی وصف‌ناپذیر مرا وادار می‌کرد که از خودم بپرسم چرا اینجا هستم؟ همینطور حرفهای کیسی را مربوط به عواقب طرح صادقانه این پرسش به یاد آوردم. چشمهایم را مالیده و با خود گفتم دیوانگی است. پرداختن به این امور هجو و بی‌حاصل است. چیزی که من الان نیاز دارم کمی غذا، بنزین و جایی است که در آن چند ساعت بخوابم. نیمی از آب لیوان را نوشیدم و همین که آن را روی میز گذاشتم متوجه مایک شدم که پارچ به دست کنار میز ایستاده بود. پرسید باز هم آب میل دارید؟ از ظاهرتان پیداست که از پس یک لیوان دیگر هم برمیآیید. تعارفش را قبول کردم و او لیوان بلند بلور را پر کرد و گفت اسم من مایک است. از جا برخاستم و با او دست دادم و گفتم مایک، از ملاقات شما خوشوقتم. اسم من جان است. جان، حال شما خوب است؟ وقتی به سمت شما می آمدم سخت در فکر فرو رفته بودی. گفتم کم و بیش همینطور است. دوباره نشستم. کیسی معنای پیام صورت غذا را توضیح داد و من هنوز دارم سعی می کنم بفهمم که برای من چه معنایی می دهند. حرفم که تمام شد فکر کردم شاید مایک اصلا از موضوع صحبت من و کیسی اطلاعی نداشته باشد، ولی شاید طرح پرسش ها ابتکار شخصی کیسی بوده است. اما مایک یک ثانیه هم مکث نکرد. آره، این از آن مباحث پردردسر است. مردم در مراحل مختلف زندگیشان با آن روبرو می شوند. بعضی در کودکی، بعضی وقتی بزرگ شدند، بعضی ها هم هرگز. اینش خنده‌دار است. از آنجا که سمت و سوی گفتگوی من و کیسی در مورد سوال ها مشخص شده بود، به نظر می رسید که مایک هم در جریان باشد. تصمیم گرفتم که دنباله سوال خود را با او در میان بگذارم. در حالی که به صورت غذا اشاره می کردم گفتم مایک، کیسی پیامد طرح این سوال را گوش زد کرد. حال فرض کنیم که فردی این پرسش را از خود کرد. حرکت بعدی او چیست؟ مایک با نگاهی به صورت غذا پرسید منظورت پس از طرح سوال است یا پس از آنکه جواب را گرفت؟ پس از چند ثانیه مکث و فکر درباره سوال او گفتم به نظرم پس از هر دو مورد. من و کیسی وارد این جزئیات که چگونه به جواب میتوان رسید یا پس از دانستن آن چه باید کرد نشدیم. او فقط کمی توضیح داد که پس از دانستن جواب چه اتفاقی میافتد. خب در باب دستیابی به جواب گمان نکنم که یک دستورالعمل کلی در کار باشد. انسان‌ها منحصر به فردند و هر یک به طریق خاص خود جواب میگیرند. میتوانم تکنیک هایی را که مردم به کار برده و جواب گرفته‌اند با تو در میان بگذارم. میخواستم جواب دهم